نقل میکنن که یک زمان لقمان حکیم غلام بوده است. یک روز هم خوجاینش امر میکنه که یک گوسپند بکش و بهترین عضو بدنش پیش من بیار. حضرت لقمان یک گوسپند میکشه و دل و زبانش پاره کرده میگیره نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاره. بعدا میگه که یک گوسپند دیگر بکش و بدترین اعضاش نزد من بیار، جای از همه بدترین شه. حضرت با یک گوسپند میکشه و باز هم دل و زبان گرفته میاره نزد صاحبش. میگه وا عجبایی چی کار است که تو میکنی؟ بهترین هم گفتم همین را آوردی، بدترین هم گفتم همین را میاری، چی حکمت است در این کاری تو؟ لقمان گفت هیچ چیز بهتر و خوبتر از دل و زبان است در صورتی که پاک باشند و هیچ چیز بدتر و نجیستر از دل و زبان است در صورتی که ناپاک باشند. پس یا باید زبانمون نگه بداریم یا وقتی که سخن میگیم سخنی نگوییم، سخنی گوییم که به منفعت مردم باشد، به منفعت مسلمانان باشد. از حضرت انس ابن مالک امام احمد به اسناد حسن روایت کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. هیچ وقت ایمان بنده مستقیم نمی شود، قایم نمی شود تا اینکه قلب او مستقیم نگردد. ایمان وابسته به قلب، تا اینکه دلت مستقیم نباشه هیچ وقت ایمانت استوار نمی گرده. بعضی شخصایی که اهل مسجد هستن همسایه هاشو روایت بکنن، همنشیناشو میگن همین بروز قیامت باور نداره. نعوذ بالله. ببینه دعوای مسلمانی میکنه، نماز میخونه، اهل مسجد است، آخه شخصی که به قیامت باور نکردن او طرف استاد، اگر شک و شبهه داشته باشد اون مسلمان نیست. پس معلومه گرده که در دینش شک است، در دینش ناباوری و کفر است. مادام که دلش مستقیم نیست ایمانش مستقیم نیست، ایمانش مردود است. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. و تا وقتی که زبانش راست نشوه دلش هرگز راست نمیشوه. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن المسلمون بوائقه. و مسلمان، مرد مسلمان هیچ وقت داخل جنت نمی شود تا زمانی که مسلمانان از آزار او امین نباشند، از رنج او امین نباشند. همین مردمی که مردم آزار هستند به سر مردم جبر ظلم بیارن، این بدبختا هم در دنیا خار و ذلیل هستند هم فردا روز قیامت. زیرا که خدای طایفه را دوست نمی‌داره. خداوند بر خود ظلم حرام کرده است، پس برای تمام مردم ظلم حرام کرده است. خداوند روا نمی‌داره که کسی بالا یک بنده او ظلم روا ببینه. چه جای بنده اگر ظلم نسبت یک حیوان روا ببینی باعث غضب خدا میشود و چی رسد مثلا به یک بنده خدا، بازم او یک مسلمان اگر باشد. از همین خاطر بسیار بسیار باید احتیاطکار باشیم در مناسبت و معامله با برادرای مسلمان ما. امام مسلم روایت کرده است، حدیث قدسی است از ابی ذر غفاری از محمد صلی الله علیه و سلم فیما روى عن ربه تبارک و تعالی، یعنی در اون روایت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پروردگار متعالش میگه بیان ساخته است. حدیث امام مسلم است که خداوند به بنده هاش مراجعت میکنه، میگه یا عبادی اینی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم بر خود حرام گرداندم. این الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند مقدار یک ذره حتی ظلم نمیکنه.
با کسی ظلم روا نمیبینه. خداوند میگه من بر نفس خود ظلم کردن حرام گردوندم و همین ظلم بین شما مسلمانان حرام حکم کردگیم، پس ظلم به هم دیگر روا نداره، ظالم نباشه. شیخ سعدی را ببینه چی میگه، من آن مورم که بر پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بینالند. من همون مورچه‌ای هستم، میگه که مردم به پاهاش ظالمو میمالنم، مثل زنبور نیستم که از نیش مردم داد و فغان کنم. کجا آن منتی را شکر گزارم که زوری مردم آزاری ندارم. از این کجا آن نعمتی را شکر گویم که زوری مردم آزاری ندارم. این نعمت چخیل میگه من شکر گزاری کنم که پروردگار قوت مردم آزاریم نداده است و در ردیف مردم آزار مرا قرار نداده است. یا عبادی کلکم ضالون الا من هدیته فاستهدونی اهدیکم. ای بندگان من، میگه خداوند، شما همه گمراه هستید مگر شخصایی که من هدایت شو کردم. کسی را که من هدایت کردم راه حقیقت دریافته است، دیگر همه گمراهه. فاستهدونی، پس از من طلب هدایت کنید تا من شما را هدایت کنم، تا من شما را به منزل مقصود رسانم. یا عبادی کلکم جایع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. ای بندگان من، میگه خدای بزرگ، کل شما گرسنه هستید، هیچ کدام شما از خود یگان چی حاصل کرده نمیتونه مگر کسایی که من طعام شو دادم، من رزق روزی اونا را رسوندم. تمام رزق روزی از جانب پروردگار است. پس از من طلب طعام کنه، طلب روزی را از من کنید. شما چرا حقی برادر مسلمانی خدا میخرید؟ تا من طعامتون مهیا کنم، تا من معیشت نفقه شما را براتون مهیا کنم. یا عبادی کلکم عارین الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. ای بندگان من، میگه همه شما لچ برهنه هستید. کی از مادرش به لباس تولد می شود؟ همه از مادر لچ برهنه اوریان گریان تولد می شود. شما همه لچ برهنه هسته مگر شخصایی که من لباسش پوشاندم. این لباسایی که هست همه مال و متاع من هستند، همه نعمتی من هستند که به شما رساندم. پس شما از مردم او را طلب نکنید، از من طلب کنید تا من شما را لباس پوشانم. هم با لباس ظاهری مزین تو کنم، هم با لباس باطنی که عبارت از علم است، از ایمان است، از دانش است، از ادب است. یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. ای خدای مهربان ببین، میگه ای بندگان من، آخی من میدونم که شما شب و روز گناه میکنه، شب و روز در خطا هسته، هر عملی که میکنید مال از خطا و گناه هست و من او ذات هستم که مغفرت کننده گناه ها هستم، گناه های بنده ها من میبخشم. پس شما از من طلب استغفار کنه تا من گناهتون رو ببخشم، تا خطی عوف بالای معصیت رو بکشم. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. ای بندگان من، میگه شما قدرت نداره که به من یگان ضرر برسونه که من ای ضرری شما خوف داشته باشم. شما قدرت نداره که برای من یگان منفعت بیاره که من مثلا آرزو کنم که شما به من منفعت برسونه. این عبادتی که میکنه برای خودتون میکنه، برای خلاصی جان خودتون میکنه. این پروردگار صمد مستغنی از تمام عبادتهای ما و شماست. هر چی که میکنه برای جان خودتون میکنه. میگه یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم
و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب من رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. ای بندگان غافل من میگم، اگر قلب همه شما مثل قلب پاکترین بندگان من شود، مثل قلب متقی ترین بندگان من شود، در ملک من از این پاکدامنی شما یگان چیز زیاده نمی شود. ملک من ابدی است، همیشگی است. شما با من هیچ فایده نمی رسونه، مقدار یک موی فایده نمی رسونه. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. ای بندگان غافل من میگه خداوند، اگر قلب همه شما مثل قلب بدترین بندگان من شود، مثل قلب پسترین رذیلترین بنده های من شود، شما با من یگان زیان رسونده نمیتونه. از ملک من چیز ناقص نمیشود. هر ظلمی که میکنه بر جان خود میکنه. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا علی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ای بندگانی در خواب رفته، خداوند مراجعت خدا است. ای بندگان من میگه، اگر تمام شما از زمان آدم علیه السلام تا آخران انسانی که قبل از وقوع قیامت جان به جان آفرین تسلیم میکند، همه در بالای یک تل جمع شوید، همه دستی دعا به سوی من برید و از من طلب کنید، مرادی هر یکی شما را برارم، طلب کردگیاتون بتوان. از ملک من هیچی کم نمیشود. همه قدر کم میشود که تصور کنه که سوزن در روی بحر باندازید. آیا با دختن سوزن در درون بحر از بحر چیزی کم میشود؟ نه، قسم به خدا هیچی از من کم نمیشود. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها. ای بنده ها میگه، هر عملی که میکنه برای خودتون میکنه. من اما عملای شما را امر میکنم تا حساب و کتاب کنن، بعد پاداش هر عملتون میتون. اگر نیک باشه نیک، اگر بد باشه بد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. پس هر کسی که مقدار یک ذره عمل خیر، عمل نیک انجام داده باشه، البته او را میبینه. و من یعمل مثقال ذره شر یره. و هر کسی که مقدار یک ذره بدی کرده باشه پاداشش میبینه. هر عملی که میکنه به سوی خودتون میروه. این جهان کوه است فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. حضرت مولوی میگه که این جهان مثل یعنی کوه است، هر کاری که میکنی اون ندای تو است که صدا و تنینش به سوی خودت میآید، از گریبان خودت میگیره. حضرت والله اعلم حسین واعظی کاشفیست گمان میکنم یک نظم داره، میگم مستمند بود در اقصای روم، روز شب میگفت این الظلم شوم. یک درویش میگه در اقصای روم زندگی میکرد، دائم که مردم نصیحت میکرد تاکید چون میکرد که این الظلم شوم، از ظلم بپرهیزه که این ظلم بدترین عمل است. ظالم یک روز با وی قهر کرد، بهر آن مسکین سه نام پر زهر کرد. یک ظالم است خلای درویش نمیفوره، سه قرص اینا نمیگیره و به زهر آلوده میکنه و در دست همی درویش میتایی بیچاره کم بغل بدست که مقصد از همین نانا استعمال کنه و بمره جان مخلاص شوه از نصیحتاش.
هر سه فرزندان آن ظالم سوار، گرسنه آنجا رسیدند از شکار. درویش نونا را گرفت، در خلطش انداخته روانه شد. در راه می اومد که سه جوان نازنین در بالای اسوار از شکار اومده استیان. سه شاه پسر، پسرهای همون ظالم بدیان، گرسنه بدیان. نان در خلطه این درویش میبینن، میگن انا عمک جان یگان چی نداری بخوریم که گشنه ایم؟ نان بدهشان داد درویشان زمان، تا که نان خوردند بسپردند جان. درویش همون نانا را گرفته در دست همون جوان مردا داد. این درویش هم نمیشناسه شو که یه بچه‌ای کیان، بیچاره نمیدونه که این نانا زهرآلود چیدگیان. هر کی بد کرده برادر دید بد، هر کی چه کن ای پسر افتاد خود. هر کسی که بد کنه البته بدی را میبینه، زیرا بر طبیعت واجب میشه به مکافاتش. هر کسی چاه کند عاقبت الامر در همون چای کندگی خودش می افتد. از این خاطر خداوند گفت که یا عبادی انما هی اعمالکم ردت الیکم. ای بندگان من، این آگاه باشه که عملهای شما به سوی خود رد میشود، خواه نیکی و خواه بد. رد یعنی که رد میشود به سوی شما. احصیها لکم ثم اوفیهم ایاها ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد الله. پس هر کسی که عمل خیر را ببینه باید حمد خدا را به جا بیاره. و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. اما هر کسی که غیر خیر را ببینه، هر کسی که شر ببینه، هر کسی که جزا ببینه، باید فقط خودش ملامت کنه، زیرا این بدی از وجود خودش خارج شده است. زیرا این بدی را این شخص خود مرتکب شده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی جایی مشتلگت کوبی نمیگذاشت که مسلمانا یک مسلمانی برادر خود به زبان آزار دهند. اندیشه نمیکرد که همه چی پایه و مرتبه داره. البته که تاکید شو میکرد که ای مسلمانا، دشنام حقارتگویی، دلازاری، عملی زمان جاهلیتی پیش از اسلامی است، برای مسلمان زیبنده نیست. در حدیث متفق علیه اومده است. حضرت معرور یکی از علمای تابعین روایت میکند لقیت ابا ذر بالربزه علیه حله و علی غلامه حله. میگه ابو ذر غفاری را، همون را که حدیث شما برای شما قصه کرده استیم، از حدیث صحابه ها است، زاهی ترین صحابه های پیغمبر. دیدمش میگه در ربزه. ابو ذر در مدینه دیگه زندگی کرده نتونست. وقتی که دید که مردمی بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آورده، اینقدر چنگ به دنیا زدیان، از پشت زر زیور میتازن، خانه های با حشمت درست کردیان، اینقدر دنیا دوستدار شدیان، دیگر در میان مردم زندگی کرده نتونست. از حضرت عثمان که او زمان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، امیر المؤمنین بود، اجازه پرسید و به ربزه کوچید. ربزه نام یک موضع است که 3 مرحله از مدینه خارجتر است. با تنهایی خودش همراه اهل بیتش در همون ربزه زندگی میکرد. میگه در ربزه دیدمش در تنش یک جامعه بسیار زیبا و در تن غلامش هم عیناً مثل همون حله ابو ذر پوشاندگی است. یک غلامی که هیچ حقوق نداره، سر لباسش مثل سر لباس ابو ذر. فسألته عن ذلك. من میگه در تعجب موندم، سوالش کردم که یا ابو ذر در اینجا چه حکمت است؟ چرا تو غلام تا مثل خودت لباس دادی؟ حضرت فرمود اینی صاببت رجلا. من گفت باره به نافهمی یک مسلمان دشنام دادم، فعیرته به امه، مادرش طعن زدم، بر مادرش طعن وارد کردم. شارح ها روایت میکنند در بعضی حدیث ها هم اومده است که شخصی که ابو ذر غفاری رضی الله عنه او را طعنه زده است حضرت بلال بود، بلال حبشی.
روز هر دش گپاشو میگریزن. ابوذر در حالت خشم میگه یبن سودا، ای پسری سیاه زن. مادرش زنگی بداخی، پسری سیاه زن گفته طعنش میزنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از همین ماجرای ما واقف شد، صدام کرد میگه گفت یا ابوذر اعیرته بامه، ای ابوذر گفت تو مسلمان تو به مادرش طعنه زدی برادری مسلمان تا؟ اینک امرؤ فیک جاهلیه، تو گفت مردی هستی که تا حال خلق اخلاق جاهلیه را نپرتفته، تو مسلمانی. ابوذر قبل از هجرت پیغمبر اسلام آورده بود، به مکه رفته و اسلام آورده بود، اما تا به حال خلق اخلاق جاهلیت در وجود تو موجود بوده است. اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم. گفت بعضی برادرای شما آخی زیردستای شما هن، خداوند او را زیردست شما کردین، پس شما بلاشو ظلم را با میبینه. فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم فاعینوهم. گفت هر کسی را که خدای تعالی یک مسلمان از زیردست او کرده است، از همون طعامی که خودش میخوره برای همون زیردستش باید مهیا کنه و الا در پیش خدا جواب میگه. خدا طعام لذیذ بخوری و یک اندقوه را بری در پیش اون زیردست تدمانی، فردا در پیش خدا جواب میگوی. ببینه اسلام بزرگیشه نسبت غلاما پیغمبر نصیحت کرده است امتش، اصحاب خودش. غلام در اون زمان هیچ حقوق نداشت، یک مالی بود که از بازار خریده میشد. هر طعامی که میخوری میگه برای انمو غلامی زیردستت مهیا کن و هر لباسی که خودت میپوشی برای زیردستت مهیا کن که مثل تو آزاده باشه و هیچ وقت از قوت بیشتر کارشو نفرمه. میگه اگر نبوده یک کاری مشقتناک و مشکل فرموده شما خودتو کمکش کنید، از اون طرفی همو بار مثلا شما برداره خودتو و الا در پیش خدا مسئول هستی. از همون زمان حضرت ابوذر میگه دیگه هر چی که من میخرم به غلامام میتم، هر چی که میپوشم به غلامام میتم. در طعام و در لباس بین ما دیگه یگان تفاوت نمونده است. اینایی است اسلام. برادرای عزیز، در اسلام ظلم پسندیده نیست، خواه به دست باشد خواه به زبان. در صحیح امام بخاری از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. گفت لا یظلمه ولا یسلمه، هیچ وقت مسلمان حق نداره که بالای برادر مسلمان خود ظلم کنه و هیچ وقت حق نداره که مسلمان برادرش در وقتی که یک بیگانه او را آزار و اذیت میته ترک کنه. یک مسلمان دیده که یک آدم بیگانه آزار میته باید مسلمان پشتیبانی کنه از او. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. هر کسی حاجت یک برادر مسلمان خود برآورده میکنه خداوند حاجت این بنده را میبره. خداوند خود کفیل شده است که تو حاجت بنده مرا برار، من کفیل هستم، من حاجت های تو را میبرم. و من فرج عن مسلم کربه فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه. هر کسی که یک مشکلی برادر مسلمان حل میکنه، یک غم و اندوهی برادر مسلمان برطرف میکند، فردا روز قیامت خداوند یک مشکلی و مشقت و دهشت قیامت از سر او بنده دور میکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. هر کسی که عیب و نقصان یک برادر مسلمان خودش میپوشاند خداوند این بنده را فردا روز قیامت گناه و عیب و نقصان هاش میپوشانه، شرمنده بازار قیامتش نمیکنه. وقت ما مسلمان هستیم،
مسلمان در ذمه برادر مسلمانش حقهای فراوان داره. در این مسئله ما زیاد صحبت کرده ایم. حضرت علامه اقبال میفرماید ملت از یک رنگی دل هاستی. ملت میگه از زبان و تریتوریا یک نیست، ملت از یک دلی است. وقتی دلت یک شد، ایمانت یک شد، تو هم ملت میشوی. ملت از یک رنگی دل هاستی، روشن از یک جلوه این سیناستی. اهل حق را حجت و دعوا یکیست. سینه ها از هم جدا، دل ها یکیست. اهل حق مسلمان ها یک حجت دارن، یک دعوا دارن. اگر چنده که سینه هاشو جدا هست، جسم هاشو جدا هست، اما دل های همشو یک هست. زیرا او دل به نبض لا اله الا الله محمد رسول الله میتپه. از حجاز چین و ایران ما، شبنم یک صبح خندان ما مسلمان ما اولاد خلیل. از ابیکم گیرگر خواهی دلیل. ما مسلمان و مسلمان زاده هستیم، ما فرزندای ابراهیم خلیل علیه السلام هستیم. برای تو حجت لازم است. مرحمت قرآن بین و تبع ملت ابیکم ابراهیم. خداوند میگه پیروی کنه ملت پدرتان ابراهیم را. ما زی نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. ما از نعمت پروردگار میگه برادر شدیم، یک زبان هستیم. زبان زبان لا اله الا الله محمد رسول الله است. یک دل هستیم، یک جان و یک تن هستیم. همین را باید فراموش نکنیم. امروز هر ظلمی که بالای مسلمان میوه، با اگر اندیشه کنی از یک برادر مسلمانی خودش میوه، از بیگانه نه، از یک مسلمان میوه. در روسیه بودیم، مسلمان فقط از مسلمان شکایت میکنه. تاجیک از تاجیک همه برده است، به غلامی میفروخته است در روس ها. مرگ اتوار مسلمان، لعنت خدا برای طایفه مردم بود. مسلمانی که در حق برادر مسلمانی خودش خیانت میکنه، حقوق دعوای مسلمانی نداره، حق نداره که خچه مسلمان بده. روش در گوری تری ملعونه. کاش پروردگار زودتر جان همین ظالما را میگرفت که مردم میرهیدن از چنگ اینا. این چی سخن است؟ این چی کار است؟ نخواه مسلمان در جور و ظلم به برادر مسلمان خودش همدستان با کفار باشد. بعضی لعنتیاش از وحشی دیده وحشی تر هستند. یک کتاب خوندم درباره مهاجرای تاجیک. اصلا مهاجرا بر روسیه، مهاجرینه که در روسیه کار میکنن، قسم به خدا هر صحیفه‌اش میزنی یک خیانت است، یک ظلم است که مسلمان در حق برادر مسلمان خودش کرده است. همون کسایی که به برادر مسلمانش ظلم روا دیدن، فراموش نکنن که خداوند در همین دنیا خارشو میکنه. همون ظلم جور بالای خودشون میآید. اگر از بیگانه نیاید، از فرزند، از پیوندای خودشون میآید. ملعونا را باید آگاه باشم. به چشم خویش دیدم در گذرگاه، که زد بر جان مور مرغتی راه. هنوز از صید منقارش نپرداخت، که مرغی دیگر آمد کاری او ساخت. شاعر میگه به چشم خود دیدم که یک مرغ آمد یا مور را گرفت. مور یا نوعی کرمه، حال همون را فرو نبرده بود که باید باشه دیگه اومدی را شکار کرد. چو بد کردی مشو ایمین زی آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. که بد کردی منتظر بد باش. هر کی بد کرده برادر دید بد، هر کی چه کرد ای پسر افتاد خود. همین را باید فراموش نکنیم. سرمنشه تمام این بدبختی ها از کجاست؟ از کجا پیدا شد؟ از حسد و کینه، از طمع به مال و ثروت اندوزی.
در جامع السنن امام ترمذی اومده است، پیغمبر نصیحت کرد امتی خدا، گفت دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. بر شما گفت درد بی‌دوای ملت‌های دیگر الکی اثر کرده است. همون درد بی‌دوایی که در دیگر خلق‌های پیش از شما بود و به سبب این درد خوار و زار شدند، از راه حقیقت دور افتادند، امروز بر شما نیز اصابت کرده است. یکیش حسد بردن، دویمش کینه و عداوت. همین درد بسیار دردی بی‌دوا هستند. پیغمبر گفت هی الحالقه، این تراشنده است، نیست کننده است. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. من نمیگم میگه که این مو می تراشه، نه، دین انسان می تراشه، دین از بیخ و بونش بر میکنه. به خاطر حسد شده مسلمان با برادرش خیانت میکنه. یک شخص را که خدمت اسلام میکنه میبینی سه چهار بدگهری برزگانی که از دستشو هیچ هنر نمیآید با بدگویی با روسیاهی میخواهند از صحنه برطرف کنند. همین از روی چی است؟ از روی حسد است. قسم به خدا. پس باید از این حسد بپرهیزیم، از حسد دور باشیم. حسد حکمت در قلب عالم ها حتی نیست نابود میکنه. چی جای عوام الناس؟ هیچ وقت باید حسد نبریم. حسد انسان به ایمان میکنه، مسلمان به ایمان میکنه. ایمان انسان را سلب کرده است. در تاریخ مثال های زیاد اومدگی است. شیخ سعدی میگه توانم این که نیازارم اندرون کسی، من میتونم که هیچ کس ضرر نرسونم، هیچ کس آزار نتم. همین قدر خداوند مرا به آزار خلق کرده است. توانم این که نیازارم اندرون کسی، حسود را چی کنم کوزی خود برنج در است. اما همین حسد خود چیکار کنم؟ این بدبخته که این به همون حسد خود گرفتار است. بمیر تا برهی ای حسود، که این رنج است که از ملالت آن جز به مرگ نتوان رست. ای حسد خور میگه پیش خدا دعا کن که خدا تیزتر جان تا بگیره، زیرا این دردی بی‌دوا های یگانه علاج این مرگ های. ای خدا همون مرگ طلب کن مادام پیش حسد اخته گرفته را میتونی. پس همین حسد باعث کینه‌توزی میشود، باعث دشمنی و عداوت میگرده. و پیغمبر امتی خود از همین درد بی‌دوا تحذیر داد که بسیار بسیار احتیاط کنه. گمراه شدن ابو جهل و ابو لهب، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابی معیط از چی بود؟ گمراه شدن عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، این شخصا عالمترین دانشمندترین اشراف قریش هستند. از روی چی بود؟ از روی حسد بود. قسم به خدا. حسد به جاه محمد صلی الله علیه و سلم بردن که چرا یک یتیمی که از پدر و مادر خود جدا کلان شده است، به غریبی کلان شده است، مال و ثروت زیاد ندارد، پیغمبر شده است مانع. و همین حسد عاقبت الامر کافر شو کرد، در کفر باقی شو گذاشت، با کفر از دنیا رفتن. با کفر گرفتار شدن بنی اسرائیل که اینقدر خداوند در میان اونا پیغمبرها را مبعوث کرده است، با فضیلت خداوند در قرآن توصیف شو کرده است. از روی چی بود؟ از روی حسد. اولا با عیسی علیه السلام حسد بردن که مردم غیر یهودی را به دین خوانده است، مردم غیر یهودی را راه هدایت نشان داده است. بعدم بر محمد صلی الله علیه و سلم. و همین حسد باعث گمراه شدن بنی اسرائیل شد. با همین قدر علم دانش و زیرکیشو گمراه شدن و به غضب خدا گرفتار گشتند. پس این حسد باید از قلب خود دور بپرتویم برادران. بسیار باید احتیاطکار باشیم. در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، گفت حضرت، تا زمانی که مؤمن نشوید و ایمان نیارید شما داخل جنت نمیشوید، و تا زمانی که همدیگر را دوست ندارید مسلمانان شما مؤمن حساب نمیخورید. تا زمان در بیان شما کینه و کدورت هست شما مؤمن واقعی نستید. افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم افشوا السلام بینکم. پیغمبر گفت شما را به کار آگاه سازم که اگر همون کار دا ثابت قدم باشه انشالله در قلبات محبت پیدا می شود، مؤمن می شود، وارد جنت می گردید. در عاقبت کار سلام در میان تو افشا کنی، به همدیگر زیاد سلام بتین، سلام صدقی بتین. سلام نه که السلام علیکم بگوی ای پیش دوشا با غیبت چکنی، نه، سلام واقعی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای برادر مسلمان، سلامتی و ایمنی خدا هم از شر شیطان هم از نفس پلیدت و رحمت خدا و برکات او بر تو باد. صدقاً دعا کنی و او برادر مسلمان هم صدقاً جواب سلامی ترا بگردوند. در همین صورت ما انشاءالله محب میشویم به هم دیگر، ایمانم قوی میگرده و انشاءالله به هدایت خداوندی وارد جنت المأوا میشیم. راه دیگر نداریم برادرای عزیز. فراموش نکنید که ظلم به همین دنیا با خاتمه نمیابد، ظلم با ادامه داره. در صحیح بخاری اومده است از حضرت ابو هریره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت کرد، گفت من کانت عنده مظلمة لاخیه فلیتحلله منها. هر کسی که در نزدش یک مظلمه از برادرش باشه، یک حقی از برادرش باشه، به یک برادر ظلم روا دیده است، دشنام حقارتش کرده است یا غیبتش کرده است یا حقی او را خورده است یا ضرب لتش کرده است، در همین دنیا طلب بحیلی کنه، روی توبه کنه، در پیشش عذرخواهی کنه تا اینکه گناه شما را ببخشه. فانه لیس ثم دینار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناته. زیرا که در قیامت دیگه درهم و دینار نیست که درهم و دینار بتی و جان تا خلاص کنی. برای برادرت از حساب حسنات گرفته و داده می شود، از نمازت، از روزه و از حج و زکاتت به یک برادر مسلمانی که تو در حق او ظلم روا دیدی ادا کرده می شود. فإن لم يكن له حسنات اخذ من سیئات اخیه فطرحت علیه. اگر بالفرض همون برادر دیگه حسناتش نموند، همش تمام شد، اما ظلم و جورش حالی باقی است، پس گناه های همون برادری را که در ذمه ای حق داره طرح میکنن و در بالای سر این بدبخت میزنن. در بعضی روایات اومده ثم طرحت فی النار، بعد از پاهاش کشان کشان میبرن در دوزخ میپرتوینش. این حق مسلمان است. از حق مسلمان ما حقوق نداریم که تجاوز کنیم برادرای عزیز. در صحیح مسلم اومده است بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسلمانان مراجعت کرد، گفت اتدرون ما المفلس؟ شما میدانید که مفلس چی کس است؟ چی شخصی را مفلس میگن؟ کلمه مفلس احمد میدونه با فکرم، بانکروت. اصحاب گفتن المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. گفتن ما مفلس گفته شخصی را میگوییم که نه یک پول دارد نه یک متاع زندگی دارد، هیچی ندارد. حضرت صلی الله علیه و سلم شرح داد، گفت ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامه بصلاح و صوم و زکاه یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. گفت مفلس از امتی ما شخصی را میگن که این مفلسی دنیا هیچ گپ نیست، گفت این گذرنده است.
مفلس از امتی من شخصی را میگن که فردا روز قیامت با سری بلند میخیزه، زیرا نماز داره، روزه داره، زکات داره، با خود توشه برده است. اما این بیچاره در دنیا یک مسلمانی را دشنام داده است، یکی را غیبت کرده است و تهمت کرده است، یکی را ضرب لت کرده است، یکی را مالش به ناحق خورده است، یکی را خونش ریزانده است. فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. پس یک برادری مسلمان از حسناتش داده می شود، حق طلب میکنه از حسناتش، یعنی یک تاش نمازش میگیره، یک تا دیگرش روزهاش میگیره، یک تا دیگرش زکاتش میگیره. فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. وقتی که دیگه حسناتش نموند، همه نیکی و احسانش تمام شد، همه عبادتش زدن، خصما گرفتن، پس خطا و گناه های همون خصمه های باقی مونده را میگیرن در بالای سر این میزنن، جمع میکنن و بعد ببرن در آتش دوزخ بپرتوینش. حدیث مسلم در صحیح مسلم اومده است این روایت. عاقبت کار همی است. امروز یک مسلمان برای ما SMS روی کرده است در روز جمعه. من گمان کردم که کدام برادر مسلمان ما را با روز شریف جمعه تبریک میکنه. نوشته است که السلام علیکم عبدالرحیم، بر تو و بر اولادی تورجان زاده لعنت خدا بود. ببینید برای چی؟ برای عقیده اتون، که عقیده شما عقیده ماتوریدی است. هرچند میگم که همین بدگهرها را سخنای قبیح نگم، اما ببینه چی کار میکنند. این همون کجدمای زیر بوریا هستند، هر لحظه را استفاده برده و نش میزنند. این جوان مرد نیست و غیرت نداره، مردی نداره که مثلا روبرو بیاید، روبرو گپ زنه، بعد تلفنش کشت است. بدبخت هر قدر که تلفنش کردم در حالت غضب نبرداشت. ببینه در روز جمعه این به سعادت احمق عقل فراست نداره، این نمیفهمه، این نمیدونه که ماتوریدی کی است. من به این به سعادت مراجعت میکنم، گمان میکنم که در این مسجد ما نماز میخونه که ای به شرف همه شیخات جمع کنه که تو ملعون تو چی؟ تو یا روبه هیلنگی، همون شیخات همه را جمع کنه، کتاب توحید ماتوریدی را در پیشمون که چند صحیفه هم را میفهمن. اگه همون شیخای احمق تو در پیش ماتوریدی عاجز هستن، سخن ماتوریدی را نمیفهمن. شما را صدقه ماتوریدی کنه احمقا، شما را صدقه آدمگری کنه، پروردگار زبان تخش کنه. تو ملعونه که نه عقل نه فراست، نه خود به بنده های خدا به مسلمان ها در روز جمعه لعنت فرستی. در روز جمعه انشاءالله فردا روز قیامت من دامن این ابلهانه، این کودک های، این احمق های، دامن همون شیخ های احمق هایشه که این را علم کلی وسوسه میکنن، زامبیش کردیم، به عقلش کردیم، دامن همون را میگیرم در پیش خدا. چی گفته است؟ از بالای منبر شعر نخوان. اگه عقل فراست داشته باشه که من قطعی ابله گپ زنم، ای موشک ابله پیش شیخات که رفتی به همون شیخات برسان که داملو عبدالرحیم از بالای منبر حدیث های پیغمبر را دلیل آورد. اگه من نمیدونم این خورسختاره چخیل من خورد میکرده باشن، همه که الزام بشو میکنن که این احمقا دیگه نه آیت هم میفهمن نه حدیث هم میفهمن. به همون شیخای بیشرفت برسان. حدیث متفق علیه هست، بخاری و مسلم روایت کردیان از حضرت ابو هریره که حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی شعر می گفت.
حضرت عمر از پیشش گذشت، پرساندش. حسن ابن ثابت با عمر رضی الله عنه مراجعت کرد، گفت کنت انشده و فیه من کان خیر منکم. من در این مسجد شعر میگفتم در زمانی که شخصی از شما بزرگتر در اینجا بود، پیغمبر خدا در اینجا بود، پیغمبر مرا معنی نمیکرد. بعد به حضرت ابو هریره مراجعت کرد، گفت انشدک الله اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اجیب عنی یا حسان اللهم ایده بروح القدس. گفت تو را به خدا سوگند ای ابو هریره، تو از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر به من مراجعت کرد در داخل مسجد، گفت ای حسان از جانب من جوابی مشرکان را بده. مشرکان هم طعنه و ملامت میکردن پیغمبر و دعا کرد در حق من که پروردگارا حسان را توسط روح القدس، توسط جبرئیل امین علیه السلام کمک کن، به حسان الهام بفرست تا اینکه جواب مشرکان را بده به طریق لازمه. منبر میگوی در جامع السنن امام ترمذی از مادر ما بیبی عایشه روایت شده است که میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یضع لحسان منبرا فی المسجد. پیغمبر برای حسان ابن ثابت در مسجد نبوی منبر میگذاشت و حسان بالای منبر میبرآورد و همچنان که خطبه خونده میشود حسان راست ایستاده شعر میخوند در وصف پیغمبر و در وصف اسلام. آخه شما موشکا چی را دیده؟ از شعر مولوی تلخت و میکفه؟ زیرا مولوی شما را موشک گفت است، زیرا شما مولوی شما را همون دیوهای شیطان فتنگر گفت است. آخه شما همی هسته از خود و خفه شوه. من حیرانم به این به سعادت ها چی بگم. در سنن امام نسائی و در سنن امام ابو داود به اسناد حسن صحیح روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام عمره قضا در گرد خانه خدا، این مسجد نبوی بود، من برای شما مثال مسجد حرم هم میارم، وقتی که طواف میکرد به یک روایت عبدالله ابن ابی رواحه و به روایت دیگر کعب ابن مالک که هر دو صحابه های پیغمبر هستند، پیش پیش پیغمبر قدم میزدند، پیش پیش قدم میزد و شعر میخوند خلو بنی الکفار عن سبیلی، خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنزیلی ضربا یزیل الهام عن مقیلی و یذهل الخلیل عن خلیلی. میگفت ای کافر بچه ها، سری راه پیغمبر که شعر خدا از خالی کنه که امروز با تنزیل با قرآن که بر محمد نازل شده است چنان ضربه مرگاور بر شما میزنیم که کاسخانه سرتون از سرتو جدا میکنه و پدر از فرزندش جدا میکنه. حضرت عمر مراجعت کرد، گفت یا ابن رواحه بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی حرم الله تقول الشعر. ای پسری رواحه، گفت تو پیش پیش پیغمبر خدا در خانه خدا در حرم خدا شعر میگوی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر مراجعت کرد، گفت خلی عنه. یا عمر گفت کردارش نشه، خلی عنه فلهو اسرع فیکم من نصح نبل. شعر ای و سخن ای ابیاتی که ای میگه برای مشرکا از تیر از پیکان دیده سوزانتر ای پیکان دیده زودتر اصابت میکنه، ایارا جاناشو سوخته است. اگر تیر در بدن اصابت کنه آخی سخن شعر ای مردک در جانشو اصابت میکنه. من راستی که به تاب شدن این ابله ها را میفهمم، وقتی که شعر مولوی را میگوی آخی جانشون را درد میگیره.
موشک که موشک میگه و میگه تو بشتر سرپنجه نرو، تلخشو نمیکفه، تلخشو میکفه. اما از خود تو گیله کنه ای به سعادتو مرد باشه، بیای مرحمت راهی ما کشوده است، من رنگ شما پنهان نمیشم، من رنگ شما تلفن من نمیکشم. نوجوان مردو غیرت داره، بیای من پاسخ سوال شما را بتم. اما باز تاکید میکنم که فردا روز قیامت از همون مردمی که این ابله منقورت کردیان، احمقش کردیان، در پیش خدا حق طلب میکنم. انشاءالله دست در دامانشو میزنم، حق طلب میکنم. اگر نماز خونده باشن، روزه گرفته باشن، از این به سعادتو میزنم بگیرم انشاءالله. خوب وقتم تمام شده است. علی رغم سخنی هم یا ای حضرت مولوی نظم میگون، بگذار بسوزاندم برای بدبختا. حضرت مولوی میفرماید در مثنوی شریف، آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخمی خنجر و هم ضربی مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تحقی مادری. یک شخص در حالت غضب میگه مادرش ازت کشت، اول دو سه مشت در دهنش زد، بعد خنجر را گرفت در دیلش انداخت. یک شخص مشاهده میکردی حالا گفت ای بدگوهری احمق، تو لااقل همه حقی مادریش یاد ناوردی که مادری تا هست. هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. آخر مادری تو چی گناه داره که گفته کشتیش؟ گفت کار کرد کن آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این خون سوخته را گفت اگر نمیکشتمش خون خلق در زیمانو میافتید. همین مادر دایم تاکید میکرد که برای فلانی را بکش، برای فلانی را بکش. آخه برای این بدبخت شده هر روز من یک مسلمان را بکشم، خونی بیگناه ها را در گردنم بگیرم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. این را کشتمش جانم خلاص شد، دیگر نه یک کس میکشم نه خون یک کس در زیمم میافته. بعد حضرت مولوی شرح میته این سخن و رئیس سخن ها شرح دارن، از بس که این احمق ها شرح توضیح نمیفهمن، گوساله هستن، از همین خاطر مولوی را مذمت میکنن و به قدر شعر نمیرسن. حضرت میگه نفسی تستان مادری بدخاصیت، که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدخاصیت این همین نفسی پلیدی تای. هم بکش او را که بحری آندنی، هر زمان قصدی عزیز میکنی. همین شهرت طلبی و نفس تا بکش ای بدبخت، همین حسودی تا بکش که تو برای این حسودی تو قصدی عزیزای خدا را میکنی. خودت هیچ هنر نداری، به جامعه هیچ فایده نمیاری، اما دائم در زیان و ضرری بزرگاه هستی. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. از روی همه حسد، از روی نفسی بدی دنیای خوش در نظر تو اینقدر تنگ است، آرام نمی ایستی، همیشه در بین مسلمان ها فتنه می انگیزی، باعث ریختن خون مسلمان ها می شوی. تو حسودی که از فلان من کمترم، می فیضایت کمبینی در اخترم. تو حسد میبری که چرا آبروی من رنگ فلانی نیست، چرا در مجلس موعظه من اینقدر آدم جمع نمیشود. این حسد است. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. این حسد از همه گناه ها با کمتر و پستر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. بوالحکم نامش بد ابو جهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. همین ابو جهل ملعونم به سبب حسد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شخصی که یک زمان ابوالحکم بود، پدر حکما،
هیچ قضیه قریش به مرافعه و به حکمی ایک حل نمیشد. آیسته آیسته ابو جهل شد، پدر جهل شد. ببینه آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا میگو ماشت. بوالحکم نامش بود و ابو جهل شد. ای بسا اهل از حسد نااهل شد. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. راستی وقت مونم تمام شد. به همین شعرهای مولوی انشاءالله صحبت امروزه مونه حسن خاتمه ببخشیم. انشاءالله اگر خدا مدد کرده باشد، خداوند امکان مبته، هفته آینده با صحبت از همون جایی که قطع کردیم ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.